قابل توجه کلیه کشورهای همسایه و مردم مسلمان منطقه. دشمن شکست خورده در میدان نبرد نظامی و در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید پهپاد لوکاس به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می کند. هدف دشمن ایجاد بدبینی و متهمسازی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت اختلاف و تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه می باشد تا اقدامات دفاعی، قانونی و مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را مخدوش سازد. دولت‌ها و ملت‌های منطقه بدانند دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران علیه تجاوزهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مبنایی کاملا قانونی و دارای منطق مستحکم می باشد. جمهوری اسلامی ایران همچنان که بارها اعلام کرده است فقط به اهداف، مراکز و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی حمله می کند و هر جایی را که هدف قرار می دهد با صدور اطلاعیه رسمی مسئولیت آن را به عهده می گیرد و پاسخگوی عواقب آن خواهد بود. نمونه های آن حمله شیطنت آمیز به مراکزی در کشورهای همسایه و دوست مانند ترکیه، کویت و عراق در چند روز اخیر و انتصاب آن به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. What he just said was that the United States and Israel are using drones made to look like Iranian drones to strike surrounding countries and blame it on Iran. Tell me in the comments if you think that's what's going on.